دست بالا بهتر از دست پایین است. متاسفانه دوری ما از منهج دین، عدم شناخت دقیق ما از خیر البشر، بیباوری ما بر دین ما رو خیلی بیچاره ساخته. باور داشته باشین زمانی که من آیه مبارکه سوره حجرات را که میفرمایه انما المؤمنون اخوة، مؤمنان با هم برادرن، هزاران سوال در کلیم میچرخه که ما کیم؟ اگر ما برادر می بودیم جهان را به این مسخرگی نمی کشیدیم. اگر ما برادر می بودیم امروز جهان به نور ایمان منور می شد. خواهران برادران بزرگوار، یک حرف را باور داشته باشید. اگر ما مسلمان ها جنگ را از خانه خود دور ساختیم و صرف برادر و خواهر زندگی کردیم، جهان کفر میدان انسانی را از دست خواهد داد. هرگاه میخواهند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دقیق بشناسین، یک صفحه قبل از بعثتش را دقیق تر بخوانین. انسانیت زیر سوال بود. قشر اعظمی که واقعا نصفشان خودشان و بقیه را هم تربیه میکنه زن است، ارزشمند نبود. اونجا انسان ها با اساس اختلاف عقاید و اختلاف جایگاه اجتماعی هم دیگر میخوردن، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نخستین قانون اساسی تعاملات بین المللی را به نام میثاق مدینه وضع کرد و قبل از بعثتش من حیث یک الگوی انسانی در بین انسان ها زندگی میکرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در طول زندگی خودش علیه هیچ فرد و علیه هیچ قبیله دوی بد نکرده. قبل از بعثتش در سال دهم بعثت، زمانی که همسر محبوبش را از دست داد، حامی خیلی نزدیک کاکاش را از دست داد، اون سال را تاریخ نویسان عام الحزن میگویند. بالاخره از مکه مکرمه به سوی طائف رفت تا ممکن است گوش شنوایی را پیدا بکنن و به این دین نجات بخش لبیک بگوید. ولی سقیف و اهل طائف هم خیلی ناجوان مردانه انسانهای بخیرتشان را علیه خیر البشر تشویق کردن و بسیج کردن. زمانی که خیلی اذیت شد به یک پناهگاه رفت، گفت الهی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، خدایا اگر خودت ناراض نباشی هیچ گپی هم نیست. الله متعال جبریل امین را با ملائکه دیگر فرستاد، برش گفت این ملائک باری نخست به این سرزمین این پایین شده، اگر میخواهی همی هر دو کوه را سر اهل طائف به هم نزدیکش میسازیم، به اصطلاح وطنی ما اینها را میجقیم در داخلشان. گفت لا، لعل الله یخرج من اصلابهم من یحمل هذا الدین، نه این کار نباید شود. امیدوار هستم که از نسلهای بعدیشان انسانهایی را به میراث بدهد به این سرزمین جهان که رایت و بیرق اسلام را برافراشته نگاه خواهند کرد. دعوتگر مسلمان مؤمن با انسان چنین دور اندیشانه تعامل می کند. آیا ما امروز با برادر مسلمان خود چنین هستیم؟ یک سوالی. ما در مقابل هم دین خود، هم کیش خود، مؤمن خود، هم کشور خود، امروز متاسفانه ما بهانه‌های تکفیر می جوییم، نه توفیق. چگونه میتونیم دیگران را کافر بکشیم؟ افتیدگی بیشتر از این نیست که ما در تکفیر مسلمان ها راههایی را جستجو بکنیم. بزرگترین ظلم همیست که امروز ما مسلمان علیه خود میکنیم. تعامل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با انسان ها از همین دریچه بود که لا اکراه فی الدین، هیچ کس را در طول تاریخش به مسلمان شدن مجبور نساخته. صرف برشان گفته که اینی پیام است، من برای خود خیر احساس میکنم، فرستاده واقعی خدا هستم، به خیر شماست، بفرمایید مطالعه کنید تا که قناعت شما فراهم شود. هیچگاه هیچ کسی را جبران به اسلام نکشانده. به می خاطر است که ما تا روز قیامت همان فرمول تعامل سیاسی انسانی خود را داریم.
هر که در سرزمین زندگی میکنه باید قیادت سیاسی، قیادت اقتصادی به دوشش باشه. اسلام آخرین فلسفه انسانی است، آخرین دین الهی است، باید جهان را اداره بکنه. ای که دیگران خوش هستند یا خوش نیستند کار خودشان است. بنان همه کشمکش‌های سیاسی در تاریخ اسلام بود سیاسی داشته، نه بود دینی. به همین خاطر میگن که کسی که با ما می جنگن مزاحم سیاسی میشن. سه نکته خیلی کوچک داریم. اگر دینمان را پذیرفتن با ما برادرن، اگر نظام ما را تسلیم کردن رعیتمان هست، و اگر نه میدان زور آزمایی واقعی در خدمتتان هست. هرگاه منطق کار ندهد شمشیر برهنه خواهد شد. امروز ما متاسفانه از زیر به بالا میبینیم، آن روز رسول اکرم از بالا به پایین میدید. این حالت ها را متوجه باشیم. همیشه هرگاهی که سیرت را میخوانیم حالت همان روز از لحاظ روحی و نفسی را درک بکنیم. افتیده ترین انسان همان است که بالای شکل و قیافه و جنس و رنگ و زبان و قومی کسی حرف بزنه. افتیده ترین انسان همین است که تعاملش با انسان با اساس زبان و قوم باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره که رفت، اونجا نصارا وجود داشتن، یهود با قبایل بنی قینقاع و نضیر و قریظه وجود داشتن، و باز بالاخره بین اونها پیمان را بست که ما در نگهداری این کشور، این منطقه متحدانه میرسمیم. هر که علیه مدینه تجاوز میکنه دفاع میکنیم، و هر کسی که از ما علیه هم دیگر تجاوز میکنه دیت را مسلما برای مظلوم میپردازیم. بنان شخصیت حقوقی یهودی با مسلمان تفاوت نخواهد کرد، و میگفت که لیلیهود دینهم و للمسلمین دینهم. در بود عبادتی به همدیگر هر کس با کار خودش مصروف باشه، اما در بود اجتماعی و سیاسی حقوق همه محفوظ است. دعوتگر بزرگوار امروز به خاطر نجات انسانیت به تلاش کرد. وسایل جمعی، ارتباطات خیلی وسیع که انسانها به هم دیگر دارن، چرا ما امروز تعبیر درست، عمل درست و خطاب واقعا انسانی نداشته باش که بشریت به نور اسلام مشرف شود و از بدبختی ها و سرکشی خود دست بگیرن. همچنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که آگاه باشید هر کسی که معاهد را، هم کشوری غیر مسلمان را ظلم بکند یا حقش را کم بدهد یا از توانش بیشتر او را مکلف بسازد یا چیزی را بدون خواهش از او، بدون رضا از او به زور بگیرد، فانا حجیجه یوم القیامه، من گریبانی از او را روز قیامت خواهم گرفت. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. نهایتا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که من قتل معاهدا لم یرح رائحة الجنه. هر که اهل ذمی را، باشنده متعهد که در کشور مسلمان ها و اسلامی زندگی میکنه او را بکشد، بوی جنت را به مشامش نخواهد رسید. و این ریحها توجد من مسیرة 40 عاما، در حالی که بوی جنت به مسیر 40 سال دور هم به مشام انسان ها میرسد. بنان خواهران و برادران بزرگوار، ما خوشبختیم که امتی خیر البشر هستیم، ولی باید توجه کرد که باید امتی شویم. فاصله من قابل تشویش است، برداشت من قابل نکوهش است، تعامل من قابل نقد است. ما امروز اگر از خیر البشر صحبت میکنیم، دیگران میگوین که اگر شما واقعا انسانهای درست میبودین، واقعا امتی اونها میبودین. گاندی کتاب خیلی زیبایی را در حق رسول اکرم نوشته، فیلسوف هندی است. در اخیر یک گپ نهایت خطرناک نوشته. چه گفتن؟ چیزی با پیامبری ای کاش امتی می داشت. آخرین حرفش امین است.